مادر بزرگ است، نام مادر بزرگ است. مادر باید است که هوا را بالا دیگر دنیا را تکان می‌دهد، بوی بهشت می‌دهد. دست دعای مادرم بوی بهشت می‌دهد، دست دعای مادرم. سجده کنم پس از خدا بر کف پای مادرم. واقعا این واژه زیبا را به زبان می‌آوریم، پیش چشمانمان یک عالیه، یک فرشته نمودار می‌گردد که زندگی با اوست. واقعا زندگی با او می‌بالد، زندگی با او می‌زیبد و زندگی با او می‌فخرد. برای استاد لایق بزرگوار فرموده که یک دم جان کاستن مادران به زی همه معجزه پیغمبران. نه شخصا برای بگه مادر عزیزه و چون با امر تقدیر که مادری عروسی نازنین ما امروز در بهیمانی هستند و انشاءالله رویشان با ما است. رویشان از رمزنهای دور برای عروسی داماد دعا می‌دهند. صفتون خوش باد ای موسیقی های زیر ایوان پدر، مرغکان مشت مهر و مشت پر. من به دیدار شمایان مادرم را یاد کردم، مادری مشتی پرم را یاد کردم. مادرم موسیقیان را دوست می داشت، از محبت مرغی موسی کلیم الله می خواند، فیض بخشای در و درگاه می خواند. هرگاه موسیقیان کوکوزنان آواز می دادند، مادرم پیغام می بخشید ارواح همه پیغمبران را از کفی بادش به مرغان دانه 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 بیفاشید. از نگاهی رازدارش دانه دانه اشک. من نمیدانم میان مادرم با مرغگان دیگر چی صحبت بود، صحبت گرم و صمیمانه چون سلیمانی و مرغانه. هر نگاهش کان حکمت بود، هر صدا حرف محبت بود. مادرم یک روزی برفین و کفنپوش از جهان بگذشت، صبح بعد از روزی مولود مسیحا در همان ساعت که با من کوهساران ناله کردند، جوی باران و تبارک خان و یاسین خان گیستند. چون برادر در بر من جاده بر جاده درختان همیان بستند. مادرم را آن همه فریادها از ره نگردان، او همان رفت، از من رفت، از ما رفت. من به درگاه خداوند التجا کردم مسیحا روزی مولودت مبارک یک نفس مادرم را یک نفس بیدار بیما تا بدانم از زبان خود چه حرف بود گفته، در دل زارش چه راز ما بخفته. در جواب در زیر ایوان ناله های مرغکان آمد که کو ای برادر، گو که آدم کو و هوا کو. مادرت از پشت آدم آمد و از پشت آدم رفت، همچو هوا آمد و مانند هوا رفت. آخر از عیسی چی میخواهی؟ چه میدانی که با این راه مریم رفت؟ آه ای موسیقی های زیر ایوان پدر. من به دیدار شمایان مادرم را یاد کردم، مادری مشتی پرم را یاد کردم. روح مادر شاد باشد، الهی عروس داماد خوشبخت شوند. دوستان عزیز در خدمت ما و شما عکس برداری دارند. مادری عزیزی ما یکی از استودیوی آوازه‌داری بادی درخشان، استودیوی امید ویدیو، امید جان عکس برداری دارن و برداری دارن. ما همه خرسندی های ما و شما میگذارد. همین عکس و نوارهایی که مادری عزیزی امروز عکاسی میکند، عکس برداری میکند، نوار برداری میکند، در صحیفه روزگار عروس و داماد نقش میکند.